سید مریض شده زیاد. نه کامیاره فوق‌العاده. شب آخر اجرامونه. سید میخواد امشب صحنه رو با آتیش بکشه. Let's go guys. Before the bombs, you will probably Rebecca, Paulo is not here, and Francesco is not here. They all helped us to make this piece. This was a process for us to grieve together. I would say this is the very first milestone for this project, and we try to continue thinking about all those questions emerged through working on this piece. But we appreciate every comments that you have. Please write to us or talk to us in person, whatever you feel comfortable. But thank you all for being here tonight. آقا اجرامون تموم شد. سایناست که ساینا دارم ولاگ چیز میگیرم. سلام بچه‌ها که غزال و ساینا جزو بهترین هنرمندای مونترال. منم آجی قراره آخر ویدیو همه کارا رو که کردیم یه جا بشینم براتون کامل توضیح بدم این پروژه رو. 3-4 تا حالا ویدیو از کل پروژه گرفتم براتون. الانم منتظرم کامیار ماشینشو بیاره وسایل رو بزنیم تو ماشین راجع به کل پروژه باهاتون صحبت میکنم. ادامه ویدیو همراه من باشید. آقا بالاخره اجرای ما تموم شد. آجی نظرت راجع به اجرا چی بود این چند شب؟ من خیلی خوشحالم یه اجرای دیگر رو ترکون سید. شما نظرتون راجع به اجرا چی؟ من به نظرم اجرای خیلی عالی بود. خیلی سوال دارم راجع بهش. خیلی دوست داشتم اسممو وارد بکنم ببینم اون کامپیوتر بهم میگه کجا برم. خب بچه‌ها یه اتفاق حالا جالبی که نه غم انگیزی که برای دو تا از ستاره‌های اجرا افتاد، ساینا و حمیدرضا سرما خوردن و متاسفانه ولی باز با این سرماخوردگی اجرا رو ترکوندن. خب آقا الان احتمالاً براتون سوال پیش اومد که چی شد یهو از اونجا سویت شد اینجا. واقعیتش روز اجرا خب تموم شد و اینا. بعدش رفتیم و با بچه‌ها نشستیم یه جایی و صحبت کردیم و اینا و تموم شد. و الان من در حال ادیت کردن ویدیو بودم. اینطوری بودم که خب یه عالمه توضیح جای خالی هست توی ویدیو که خب توضیحاتی نداره. اجرا چی بود اصلا، راجع به چی بود، جشنواره فرینج چیه. اول از همه راجع به اجرا صحبت کنم. من خودم توی پروسه ساختش نبودم کامل که بدونم این پروسه چجوری شروع شد و احتمالا شاید با حمیدرضا یه ویدیو بگیرم و راجبش صحبت کنیم. ولی اینو میدونم که هنوز این پروژه ویراف
در حال تغییره و داره بیشتر و بیشتر به چیزهای دیگه اضافه میشه و یه پروژه‌ای که همینجا توی این فستیوال فرینج تموم نمیشه و قراره چیزهای جدید بهش اضافه بشه. و موضوع کلی و من چون نمیتونم کامل داستان توضیح بدم، موضوع کلی نمایش اینه که قراره دوتا دوستن که با هم به دنیای مردگان و کسایی که حالا فوت شدن و اینا دسترسی پیدا کنن و برای اینکه دسترسی پیدا کنن میان از AI استفاده میکنن و من اولین نمایشی بود که دیدم از AI داره استفاده میشه. حالا نمیخوام تعریف کنم چون خودم توی اون کست اون کار بودم و مثلا حالا کمک حمیدرضا بودم، ولی در کل خیلی نمایش جالبی بود برای من. حداقل این جالب بود که چه ایده‌ایه که ما بخوایم با AI و هوش مصنوعی به دنیای مردگان و کسایی که دیگه تو این دنیا نیستن دسترسی داشته باشیم. چقدر جالب بود. و حالا اگر که توی مونترال هستین یا توی کانادا هستین، امیدوارم یه روز بشه که بیاین توی شهرهای دیگه از کانادا این اجرا رو داشته باشیم. یعنی که اگر مونترال هستین در آینده این اجرا قراره خیلی بزرگتر اجرا بشه، شما بیاین و حتما این اجرا رو ببینید. و فستیوال فرینج رو بذاریم بهتون بگم. آقا جشنواره فرینج کلا یه جشنواره‌ایه که شما مثلا توی این فستیوال یه عالمه اجرای تئاتر می‌بینی و برای کس خیلی خوبه برای اینکه بتونی کانکشن پیدا کنی توی کامیونیتی خارجی و فستیوال خیلی باحالیه. و نمیدونم، فکر می‌کنم شاید توی شهرهای دیگه از کانادا این فستیوال باشه، دقیق نمیدونم، ولی این برای من اولین فستیوال خارجی بود که توی یک گروهی بودم که فستیوال تئاتری بود که توی گروه بودم و رفتیم. در کل خیلی تجربه خوب بود برای من. حالا چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه تا الان برای اجرای تئاتر بیشتر جلوی صحنه بودم، خیلی کمتر پشت صحنه بودم و یه تجربه خیلی جالب برای من بود که پشت صحنه باشم و اینکه این نمایش هر شبی که ما میدیدیمش خب خیلی برای من جذاب‌تر بود، چون هر شب یه اتفاقات عجیب و جدیدی میافتاد. چرا شاید بگین خب یعنی چی جدید؟ مگه یک نمایش تئاتر نبود که یک سناریو داشته باشه؟ آره، ولی چون از AI استفاده می‌کردن هر شب یه نتیجه خیلی جالب میداد و یه بخش از نمایش با مخاطب ارتباط داشت و ما نمی‌دونستیم مخاطب می‌خواد چیکار بکنه با اون AI. خیلی مثلا اتفاق جالبی بود و در کل بیشتر از این که بخوام یه ولاگ بگیرم خیلی توضیح بدم راجع به این که مثلا چه اتفاقی افتاد، می‌خواستم میشه یک ثبت خاطره باشه در آینده اینو ببینم و شاید یه روزی اگر که بچه‌های حالا اجرای بیراف مثلا موافق بودن یه چیزی مثل مستند بسازیم از این نمایش، چون خیلی نمایش باحالیه، دارن چند تا از بچه‌های خیلی خفن روش کار میکنن و مثلا ایده‌ش هم خیلی ایده باحالیه. در کل این بود از کل ولاگ. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. یه عالم ویدیو دیگه قرار براتون بذارم. این دفعه دارم همینطوری هفته به هفته 2 هفته یه بار ویدیو میذارم. ببخشید اگه که این ویدیو احتمالاً یکم خیلی سر و ته چیزی نداره، کلا یه ولاگ تئاتر بود پشت صحنه اجرای فرینج، اون حالا تو فستیوال فرینج بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.